حالم دقیقا مثل اون بچه‌ایه که به خاطر اینکه صاحب توپ بود بازیش میدادن. اگه تو بچه بالایی و مایه‌دار، من بچه پایینم و پایین تر از بچه های پایین، لافنسای پارو گرد و خاک خالی. تو آشغال دنیا هستین جایی که توشی. میگم دل که استخون نداره، پس تو چجوری شکوندیش نامرد؟ لعنت به شب‌های بعد از تو. آقا مهدی خیلی پسر خوبی ها، فقط حیف که شبیه استوریاش نیست. این بده. چی میخوای داشته گلم از هلند تا راشن پرن، این چیزا واسم عادیه شاخ بشیم. بادکنکم زیاد باد کنی تو صورت خودت میترکه، پس الکی هر کسی رو واسه خودت گنده نکن. میگم خدا رو شکر اونقدر دیدیم و داشتیم و داریم که نه چشمون به دست کسیه نه کارمون لنگ کسیه. خدا رو شکر. دلم فالوور معمولی میخواد. شماها یا لاتین یا لاکچری. داستان داریم آقا. میگم یا دشمن باش یا رفیق، یا بزنمت یا بزنیمش. میگم تو اگه زورش هم داشته باشی چیزشو نداری، جیگرشو نمیتونی کارو جمع کنی. خودت اذیت نکن. میگم چقدر حال دادیم و زدن تو حال ما. بهم نگو قانه باش راهایی یا رفتیم که متر مچاله داشت بودن که بود اشغال ما بره. میگن کبیر یه جنگل بوده که اشتباهی به بارون گفته دوستت دارم. یولداش چشم بسته، با رفیقت رفیقم، با دشمنت دشمن. ای بابا خفه تو رو خدا بسو بریم جلو ما رو نبه. حامد جان چرا امرو اینقدر دماغی؟ همون روز وقتی رفته یه روز خوش ندارم، حالم خرابه. برمیگرده. مشتی چی رو برمیگرده؟ حالت خوبه؟ ایشالله برمیگرده بابا. کامیون با اون عظمتش با کلی بار برمیگرده. این که یه جوجه است. ایشالله که برگرده. برمیگرده